رو ساعت 2 بعد از ظهر جلوی تلویزیون خواب بودم که یهو تلفن خونمون زنگ خورد. همسرم بود، گفت خانواده‌ام میخوان بیان نهار خونمون و یه رو دیگه میرسن، سریع یه چیزی آماده کن. چون دوست داشتم یه غذای جا افتاده درست کنم، قیمه 1 ماه پیشی که توی یخچال گذاشته بودم و یخ زده بود آوردم بیرون. یه کوچولو روش آب ریختم که به همه برسه. تایمی نداشتم که برم میوه بخرم، به خاطر همین میوه‌هایی که از قبل داشتم و چیدم. یه دونه موزم بیشتر نداشتیم که به 3 قسمت مساوی تقسیمش کردم. اینجا دیگه مهمونام رسیدن و منم رفتم با یه چای خوش‌طعم ازشون پذیرایی کنم. چایی که صبح بر خودمون دم کرده بودم آب جوش ریختم، یه دونه هلم با دندونم شکوندم که قشنگ عطرش در بیاد. اومدم نوشابه بریزم داخل پارچ، ولی چون نوشابه خیلی قند داره و ضرر داره، منم نوشابم کم بود، نصفش نوشابه ریختم نصفش آب ریختم. Əsir tutmuşam bu acı, tərəf gəlin almayıbdı ki, Şimr alıb, Yazid alıb. Yani tərəflər bir həftəyə kimi misaldır, hə? Yani 1 litr roğan xərratını içsəydilər, hə? Bu cür olmazdılar. Hələ yaxçı boş qabın içinə sıçmadın bu acı, ət yerinə verən bilələnə. Yana sana ayda.